ورزشگاه مرکزی ناحیه شهر توس مکانی برگزاری جشن قدیمه و همیشه جوان نوروز بین المللی قرار گرفت. با نظرداشت ادامه سنت و آیین گذشتگان، یک گوشه نوروزگاه برای نمایش رسم و فضیلت نوروز با اینابت عنعنه‌های قدیمه و امروزه استقبال نوروز آزاده آراسته گردید. هر کجا صدای خوش دف و چنگ و رقص و طرب ساکنان به نظر می رسید که از فضای آسودگی وطن محبوب درک می‌داد. ساکنان ناحیه شهر توس از آن بالیده خاطرند که سال تا سال استقبال نوروز باستانی شهامت خاصه کسب می‌کند که این قبل از همه از دستگیری‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و احیای ارزش‌های قدیمه ملی درک می‌دهد. در نمایش آیین‌های پسندیده ساکنان جماعت دهات و تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه شهر توس، جالب‌ترین رسوم نیاگان از آراستن خانه تاریخی هفسین و هفشین تا تهیه خوراک‌های ملی، غذاهای مربوط ایام نوروزی، نمونه هنرهای خلقی از قبیل گلدوزی و قالین بافی، ادرس و اطلس بافی، کنده‌کاری، مصنوعات زرگری و سایر دیگر هنرهای مردمی پیشکش هیئت مهمانان گردانیده شد که از ذوق بلند ساکنان سرافراز ناحیه شهر توس باستانی شهادت می‌دهد. فرهنگ والای لباسپوشی گلدختران ناحیه مخصوصاً به بر کردن پیروانهای چکن و اطلس و ادرس و علوچه بهار حقیقی سیرگاه نوروزی را جلال و شکوه عطا می‌کرد. در روز جشن با هماهنگی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر توس با 5 جفت نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح تقدیم کرده شد. به خاطر روزگار خوش و با سعادت این عائله‌های جوان همچون رمز احترام اشیای روزگارداری هدیه نمودند. اقدام خیر دیگر این بالیده خاطر گردانیدن پسر بچه‌ها محسوب می‌یافت که خاصتاً با دسترسی تحفه‌های مقبول دلشان خیلی نشاط گرفتند. در گوشه ورزشگران ناحیه بازی‌های نوروزی پیشنهاد شد. ضمن سخن تبریکاتی اشاره گردید که از قدیم در فرهنگ تاجیکان آیین و سنت‌های نکوی انسانی ادامه می‌یابد که تا هنوز با ویژگی‌هایش به قلب‌ها نشاط و خرمی و سعادت و تمیزکاری می‌بخشد. طور اشاره شد مردم ابتدا خانه و درها را تازه و پاکیزه و گلکاری کرده همه وسایل کهنه و شکسته را بدر می‌کنند تا نوروز برایشان برکت بازم بیشتر بیارد. نمایندگی از حکومت جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه شهر توس را با آغاز بهار و موسم کشت و کار از نام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان شادبادی نموده سهم شایسته ساکنان ناحیه شهر توس را در آبادی وطن و رشد استحصالات محصولات دهقانی مهم معنی داد کردند. راجع به شکوه طبیعت، پیروزی روشنایی بر ظلمات، ایام کشت و کار، شناندن نهال‌ها، آراستن کوچه و جاده‌ها و دلیل هستی و جاویدانه بودن این ملت صاحب فرهنگ اظهار نظر کرده شد. از نشان دهنده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً تقویت اقدام‌های آبادانی گرامی داشتی 35 سالگی استقلال دولتی اظهار نظر صورت گرفت. ساکنان ناحیه در راه آباد کردن وطن مسئولیت بلند نشان داده بیشتر از 350 انشاءات بنیاد می‌کنند. 40% انشاءات موجوده سال 2023 مورد بهره برداری قرار گرفته است. اهل فرهنگ و هنر ناحیه برنامه وسیع تئاتری کنونیده شده را که فراگیر همه نصرت و فضیلت نوروز بود پیشکش حاضرین گردانیدند. طوری از محتوای نمایش وسیع تئاتری کنونیده شده عیان می‌گردد واقعا هم سنت تاجیکان عجیب و زیباست. در برابر دیگر جشن‌ها نوروز از عمره عیدهایی میباشد که آن را مردم تاجیک در قطار دیگر خلق و ملت‌ها با شکوه و شهامت خاص تجلیل می‌کنند. نوروز را سال نو مردم آری و تبار معنی داد نموده آن هر سال با محبت و صمیمیت پیشواز گرفته می شود. چنانکه که از نام آن برمی آید نوروز معنی روز نو را داشته در ابتدای سال نو خورشیدی تجلیل می گردد. واقعا هم نوروز پیوندگر نسل امروز با رسم و آیین ارزش‌های استتیکی مهر و صداقت و عنعنه‌های نیاگان می باشد. این است که نوروز هر سال با شکوه و شهامت خاص جشن گرفته می شود. این عید نیاگانی دارای خصوصیت و فرهنگ مخصوص بوده در هر گوشه جمهوری با آراستن آیین‌های دانه نوروزی آن را با روحیه تازه و فرهمندی استقبال می گیرند. عبدالرزاق عزیز، دولت فیض الله، ناحیه شهر توس، اخبار.